بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که الله متعال طاعات و عبادات همه من و شما رو به درگاه خودش بپذیرد. سوالایی هست که بیشتر در پیج هست و جواب دادیم. سلام استاد، یک سوال: بعد از خود ارضایی باید برای نماز خواندن غسل گرفت؟ بله، به اتفاق علما خود ارضایی کردن در صورتی که منجر به ارضا شدن باشد این جزء به اصطلاح موجبات غسل هست. غسل واجب می شود حتما قبل از این که فرد برود نماز بخواند یا عبادت دیگر مثل تلاوت قرآن انجام بدهد، واجب هست که حتما باید غسل بکند. اگر در روز پریود بشم حکم روزم چیه و آیا باید نماز بخونم و روزه رو نگه دارم؟ خانومی که در طول روز به اصطلاح عادت ماهیانش در وسط روزه رمضان عادت ماهیانه شروع بشود، حکمش این است که روزه آن روزش باطل هست، حساب نمی شود و باید بعد از رمضان دوباره اون روز را قضا بیاورد و همچنین نماز هم نباید بخواند. منتها فرق نماز و روزه در این هست که برای خانومی که عادت ماهیانه شده که نماز قضا ندارد نباید بخواند و اگر بخواند هم گناه هست، زیرا که در این صورت در حالت پریودی نماز خواندن جایز نیستی که احکام شرعی هست، به خاطر این که زن در این ایام طهارت لازم و شرط لازم برای نماز خواندن را ندارد. تفاوتش در این هست که نماز قضایی ندارد، بعد از رمضان لازم نیست که نمازش را قضایی بیاورد، اما روزه را به تعداد روزه هایی که عادت ماهیانه بوده باید بعد از رمضان قضا بیاورد. آیا آهنگ گوش دادن در رمضان گناه هست؟ هم در رمضان و هم در غیر رمضان گناه هست و خصوصا آهنگی که به اصطلاح محتوایش یک محتوای غیر اخلاقی باشد و دعوت به فسق و فجور و یا احیانا مثلا گناه و معصیت و رابطه نامشروع باشد، اون دیگه گناهش در واقع بیشتر هست. و در رمضان دیگه هر چیزی که در غیر رمضان گناه باشد در رمضان به خاطر حرمت شکنی ماه رمضان و روزه گناهش در واقع سنگین تر هست. اگر در دوره نفاس باشیم و به هر چند روز گاهی لکه بینی داشته باشیم می توانیم روزه بگیریم یا خیر؟ در مورد هم عادت ماهیانه و هم در مورد نفاس، حیض و نفاس، حکمش این است که طهر متخلل یعنی پاکی که در وسط دوتا مثلا خونریزی یا دوتا لکه باشه، این اصلا معتبر نیست. این پاکی حساب نمی شود، معتبر نیست، بلکه حکمش حکم همون عادت ماهیانه یا نفاس است، مگر این که یک فردی کاملا پاک شده باشد، مطمئن هست که پاک شده و رفته غسل انجام داده، بعد از مثلا اینکه غسل انجام داده یکی دو روز مثلا بعد از آن که کاملا پاک بوده مثلا دوباره لکه ببیند، این لکه بعد از عادت ماهیانه از نظر شرعی اعتباری ندارد. اما در ایامی که مطمئن هست که این ایام عادت هستند و هنوز غسل پاکی رو انجام نداده و به صورت کامل پاک نشده، هر لکه‌ای که در این ایام ببیند ولو اینکه کم باشد جز همون عادت ماهیانه شمرده می شود و حکمش این است که در این ایام نباید نماز و روزه انجام بدهد. نماز نشسته روی زمین قبول است؟ به صورت کلی در نماز فرض، در نمازهای فرض 5 وقت قیام یعنی ایستادن در نماز یکی از ارکان نماز هست. در نماز فرض حتما باید ایستاده نماز بخوانی. اگر کسی بدون عذر نشسته نماز بخواند نمازش باطل هست.
مگر اینکه عذری داشته باشد. به طور مثال کسی مثلا عذر داره، پاهاش درد میکنه، نمیتونه روی پاها بیسته، مریض هست به طور مثال، توانایی این را ندارد، اون مسئلهش کاملا جداگانه هست. اما بدون عذر اگر کسی نماز فرض را نشسته بخواند نمازش جایز نیست، این اصلا نمازش منعقد نشده، زیرا که یکی از ارکان نماز رو در واقع ترک کرده از همان ابتدا. اما برای نماز غیر فرض، نماز سنت باشه، نماز نفلی باشه، نماز تراویح باشه یا هر مواردی دیگر که غیر از فرض هستند، قیام جز ارکانش نیست. نماز نشسته را نماز غیر فرض را می توانید نشسته بخوانید، منتها نمازی که نشسته میخوانید ثوابش نصف ثواب ایستاده هست. اگر ایستاده نماز خواندید ثوابشون کامل هست، اگر نشسته بدون عذر خواندید نماز غیر فرض را ثوابش نصف هست، اما نماز فرض رو حتما باید ایستاده باشید و اگر نشسته بخوانید نمازتون باطل هست مگر اینکه عذر شرعی داشته باشید. زکات زمین سنددار چطور است؟ در مورد زمین، اگر کسی زمینی دارد که مثلا زمین رو خریده، مثلا منزلی برای خودش بسازد یا مثلا برای کشاورزی، یا خریده مثلا که مغازه روی این زمین بسازد، این زمین از نظر شرعی و دیدگاه جمهور فقها زکات ندارد. زمین در صورتی زکات دارد، خود زمین در صورتی زکات دارد که برای خرید و فروش باشد، جز اموال تجارت باشد. اگر همون روزی که شما این زمین را خریدید به نیت خرید و فروش خریدید، این جز اموال تجارت هست، جز اموال تجارت هست و زکاتش بر شما لازم هست و زکاتش همون 2.5% کل قیمت هست. اما اگر نه خریدید که مثلا خونه‌ای بسازید، مغازه‌ای بسازید یا برای کشاورزی خریدید، در این صورت زکاتی بر اصل زمین لازم نیست. آیا می توان نمازهای نفل یا صلات القیام را ثوابش را به اموات هدیه کرد یا آنها را به نیابت از اموات خواند؟ چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. نماز جز عباداتی هست که نیابت در آن صحیح نیست. برای حج و عمره نیابت جایز هست در شرایط خاصی، اما برای روزه به طور مثال آمده اگر کسی وفات بکند و روزه فرضی قضای برگردنش بوده، ولیش میتواند که به جایش روزه بگیرد. اما در مورد نماز چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده. بهتر و درست‌تر این است که شما وقتی که نماز خواندید نماز رو برای خودتان بخوانید، بعد از نماز برای مردگان خودتان دعا بکنید، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یکی از مواردی، 3 موردی که ثوابشون به میت میرسد، یکی همین دعای فرزند صالح و نیکوکار هست که برای پدر و مادرش مثلا دعا بکند. این یک از مواردی هست که ثوابش به مردگان میرسد و بهترین و ساده ترین و بی خرج ترین ایصال ثواب همین دعای خیر هست برای مردگان. وقتی که نماز خواندید، قرآن خواندید، برای مردگان خودتون دعا بکنید، این اولاتر و بهتر هست. در نماز وتر به جای دعای قنوت اگر سوره فاتحه را بخوانیم مشکلی نیست؟ بله مشکلی هست. برای نماز به اصطلاح در هر نمازی در هر رکعت شما اساساً سوره فاتحه را میخوانید که جز ارکان هست، در هر رکعت جز ارکان هست و در نماز وتر در تمام رکعاتش سوره فاتحه به عنوان رکن در واقع خوانده میشود و سوره فاتحه به جای وتر، به جای دعای قنوت، این جایگزینش نمیشود. اگر شما دعای قنوت، اساساً دعای قنوت هم از دیدگاه جمهور علما غیر از احناف واجب نیست، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب هست. منتها هر دعایی را که شما بخوانید اشکالی ندارد. هر دعایی را که بخوانید، اون دعای قنوت را به اصطلاح بلد نیستید، همین که بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، یا همین که بگید ربنا اغفر لنا یا رب اغفر لی، یک دعایی بخوانید انشاءالله همین مقدار کفایت میکند. عطر روزه را باطل میکند؟ خیر، عطر روزه را باطل نمیکند. برای تقویت حافظه چه ذکری بیشتر بخوانیم؟
برای تقویت حافظه چیزی که توصیه شده این است که حضرت امام شافعی رحمت الله علیه از استاد خودشون سوال کردن در این مورد، گفتن که گناهان رو ترک بکن. هر گناهی که به سبب دوری از الله متعال می شود سبب ضعف حافظه می شود و خصوصا گناهانی که به اصطلاح ذهن انسان رو همیشه به خود مشغول می دارند. این گونه گناهان سبب می شوند که همیشه هم مغم در قلب انسان غالب باشد و همیشه در این فکر باشد و قطعا وقتی که ذهنی مثلا جای دیگه مشغول باشد برای حفظ و یادگیری از طرف دیگر در واقع ضعیف می شود. بهترین راهش همین است که انسان از گناه دوری بکند و در کنار آن از الله متعال طلب کمک و استعانت بکند. از الله متعال بخواهد که او را توفیق بدهد برای حفظ و خصوصا حفظ قرآن کریم بیشتر حفظ بکند، یا اینکه حافظش انشالله که قوی باشد. خود همین طاعت و عبادت و دعا تأثیر زیادی دارد. نماز عشا تا ساعت چند قضا می شود؟ اصلش 2 وقت دارد نماز عشا. بهتر است که سعی بکنید که بیشتر از نصف اللیل ادامه پیدا نکنه، یعنی به تأخیر نیندازید. نماز عشا را بیشتر از نصف شب شما در واقع به تأخیر نیندازید، به خاطر این که از این خلافی که در مورد وقت نماز عشا وجود داره در واقع خارج بشید. اما بسیار از فقها نظرشون بر این است که وقت عشا و یا همون وقت اضطراریش تا همون وقت فجر هست. تمام این را جز وقت نماز فجر میخوانند. تا زمان دمیدن فجر این وقت نماز عشا میدونند. اما سعی بکنید که بیشتر از نصف اللیل تأخیر نشود. نصف اللیل یعنی این که از زمان غروب آفتاب تا زمان طلوع فجر وقت اذان صبح شما حساب بکنید چند ساعتش، تقسیم بر 2 بکنید، این میشود نصف اللیل. سعی بکنید که بیشتر از نصف شب دعای نماز خودتون را به تأخیر نیندازید. نمازهای قضایی را چگونه ادا کنیم؟ نمازهایی که قضا شده به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که از نمازی خواب افتاد یا مثلا نمازی را فراموش کرده بود، حکمش این است که هر وقتی بیادش آمد اون نماز را بخواند و فرمودند که کفاره غیر از این ندارد. شما خواب افتاده بودید، فراموش کرده بودید، گناهی برگردن شما نیست، حتما اینو باید بخوانید. منتها نمازی که به صورت کلی انسان ترک کرده باشد، به صورت کلی یک فردی تارک نماز بوده، یعنی اصلا نماز نمیخونده یا اساسا به نماز اعتقادی نداشته، جمهور علما نظرشون بر این است که قضای این نمازها لازم هست. قضای نمازهایی که در طول عمر انسان نخونده از دیدگاه جمهور علما این است که واجب هست که حتما این نمازها رو باید قضا بیاورد. یعنی در هر روزی مثلا سعی بکند که یک روز یا 2 روز مثلا نمازش رو مال گذشته رو دوباره قضایش رو به جا بیاورد. منتها بسیاری از علمای معاصر در این زمینه نظرشون این است که حتی اینم لازم نیست. ترک نماز خصوصا با توجه به روایاتی که آمده که هر کسی نماز را ترک بکند در واقع کافر هست، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها قد کفر. اگر کسی نماز را ترک بکند کافر هست. و به این خاطر بسیار از علما معتقد بر این هستند که حتی اگر کسی نماز را از روی تنبلی مثلا ترک کرده باشد به صورت کلی، این قضا هیچ نمازی نمیتواند این را قضا بیاورد. نظر شیخ بن باز رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از علمای معاصر این است که لازم نیست که تمام نمازهای کل عمر را در واقع قضا بیاورید. همین که شما توبه بکنید و خصوصا که درباره توبه اومده که التوبه تهدم ما قبلها، توبه گناهان گذشته را پاک می کند، از بین می برد. یعنی اگر کسی صادقانه توبه بکند، خالصانه توبه بکند، تصمیم قطعی بگیرد که من از این به بعد نمازم را ترک نمی کنم، پایبند نماز باشد، انشالله که الله متعال گذشتهش را معاف خواهد کرد. اما اگر بنابر قول جمهور علما در حدی توانست که مثلا در یک سطحی مثلا نمازش را قضا بیاورد، مانعی در این زمینه هم وجود ندارد. آیا فروختن مو گناه دارد؟ فروختن موی انسان به خاطر اینکه انسان حرمت دارد، نباید که انسان و اعضای انسانی در معرض خرید و فروش قرار بگیرد. جمهور فقها نظرشون بر این است که فروختن اعضای بدن و متعلقات انسان از نظر شرعی جایز نیست، زیرا که این یک نوع بی‌حرمتی به انسان شمرده می شود.
آیا گوشت اسب حلال است؟ در مورد گوشت اسب بیشتر فقها نظرشون بر این است که حلال هست. دلیل صحیحی برای حرمت گوشت اسب در واقع وارد نشده و اگر روایاتی هم که در این زمینه وجود دارند که دلالت می کنند بر حرام بودن گوشت اسب روایات ضعیفی هستند و نمی توانند که در مقابل روایات صحیح مثلا مورد استناد قرار بگیرند، زیرا که در این زمینه روایات صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده از روایت حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها هست که میگوید نحرنا علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم فرسا فاکلناه، ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اسبی را نحر کردیم، یعنی ذبحش کردیم و از گوشت آن خوردیم. و در روایات دیگری در صحیح بخاری و مسلم همچنین اومده از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه در مورد حدیثی که برای حرمت گوشت الاغ آمده. بعد از آن این را رسول الله صلی الله حضرت جابر میگوید که و رخص فی الخیل، رسول الله صلی الله علیه و سلم در خیل برای اسبها اجازه دادند، یعنی برای خوردن گوشتشون. حتی خود جابر رضی الله تعالی عنه در روایت دیگری میگه که ما در سفری با رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه بودیم و هم از گوشت اسب هم خوردیم و هم از در واقع شیرش استفاده کردیم. نظر جمهور علما در این زمینه این است که گوشت اسب در واقع حرام نیست، منتها برخی از فقها گفتند مکروه است و سبب مکروهیت رو این اعلام کردند که مثلا چون که اسباب جهاد هست، در زمان قدیم نیاز داشتند به سواری برای جهاد و اگر قرار بود که مثلا همه از گوشت اسب استفاده بکنند شاید مثلا که وسیله سواری کم می آوردن. این رو دلیل به اصطلاح مکروهیت اعلام کردن، اما حرام نیست. بنابر دلایلی که عرض کردم در واقع خوردن گوشت اسب حلال هست و در مورد شیرش در واقع یعنی تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که خوردن شیر اسب حلال هست. ابن حجر رحمت الله علیه و همچنین امام نووی اینو صراحتا ذکر کردند که اجماع وجود دارد، یعنی به اتفاق فقها نوشیدن شیر اسب اشکالی ندارد و حلال هست. اما در مورد گوشتش هم همان گونه که عرض کردم روایات صحیح و صریح در این زمینه وجود دارد، پس بنابراین خوردن گوشت اسب از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. شب قدر چه شبی است؟ آیا در ماه رمضان واقع شده است؟ بله، شب قدر شبی هست که الله متعال قرآن را نازل کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد فضیلت شب قدر فرمودند که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کسی شب قدر را، لیلة القدر را، از روی ایمان و امید ثواب و طلب پاداش از الله متعال این شب را قیام بکند، یعنی نماز بخواند، به اطاعت این شب را با عبادت بگذراند، الله متعال گناهان گذشته اش را معاف خواهد کرد. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد سوال کردند و فرمودند که شما شب قدر را در شبهای آخر ماه مبارک رمضان، در دهه آخر رمضان، شما این به اصطلاح شب را جستجو بکنید. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتا هم 10 شب اخیر را به اعتکاف می نشستند و یکی از فلسفه های اعتکاف این است که انسان بتواند که شب قدر را دریابد، یعنی شب قدر در مسجد باشد و همش مشغول عبادت و طاعت الله متعال باشد، که عرض کردم که این یکی از مکفرات ذنوب هست، یعنی یکی از اعمالی هست که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم این را جزء مژده ها قرار دادند که هر کسی شب قدر را عبادت بکند گناهان گذشتهش را الله متعال معاف می کند. من امروز نیت روزه را فراموش کردم و روزه گرفتم، آیا روزه من قبول است؟ اگر منظورتان این است که مثلا به اصطلاح زبانی نیت نکردی، این نیت زبانی اعتباری ندارد.
شما همین که شب مثلا در دلتان بوده که مثلا شما در دل مثلا تصمیم نگرفتی که من فردا روزه نمیگیرم، از اول ماه رمضان نیتتون همین بوده که من کل رمضان رو روزه میگیرم، این نیت برای شما کافیه، برای تمام رمضان کافی است. و خود همین که شما برای سحر مثلا بیدار شدید یا شبش رفتید نماز تراویح خوندید، در همین ضمن مثلا در دلتون بوده که من فردا روزه میگیرم، همین نیت کافی است. لازم نیست که شما بر زبان خودتون یک چیزی را حتما تکرار بکنید، زمزمه بکنید تا اینکه نیتتون درست بشود. در بین شافعی مذهب میگویند که اگر همسرت رو دست بزنی وضویت باطل هست، ولی در حنفی این گونه نیست. کدام گزینه درست هست؟ ببینید در مورد مسائل اجتهادی یک فردی که به اصطلاح مثلا درس دینی نخوانده، آشنایی با قرآن و حدیث نداره، اهل استنباط و استدلال نیست، از اقوال فقها سر در نمی آورد، نمیداند ترجیح بدهد، از نظر شرعی وظیفهش این است که از یک عالم بپرسد. شما از هر عالمی، چه حنفی چه شافعی، در هر منطقی که هستید، یک مسئله شرعی رو سوال کردید، هر فتوایی که به شما داد شما می توانید که از نظر شرعی بر آن عمل بکنید و بر شما گناهی در این زمینه وجود ندارد. اگر شما از یک عالم مثلا حنفی سوال کردید که آیا دست زدن به همسر وضو رو میشکند یا خیر، به شما فتوا داد که نه نمیشکند، اشکالی نداره، بر اون عمل بکنید. اگر به یک عالم شافعی مثلا اعتماد داشتید، اون به شما فتوا داد که مثلا میشکند، بر اون عمل کردید، باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما در دایره مسائل اجتهادی ما قول راجح و غیر راجح داریم، یعنی با دلایل ما نگاه میکنیم، با مرجحاتی که قول کدام مذهب و کدام امام قوی تر هست. در مورد دست زدن به همسر میبینیم که دلایلی که جمهور از آن استفاده کردن و استدلال کردن دلایلشون قوی تر هست. روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح بخاری هست و در سنن ابو داود و بقیه موارد که هست، دلایل جمهور قوی تر هست. از نظر شرعی شما با این که شافعی هستید میتوانید بر قول جمهور عمل بکنید و هیچ گونه اشکال شرعی یعنی ندارد و شما از نظر شرعی گناهکار هم نمیشوید. اگر زنی در جوانی بیوه شود چقدر باید عزا داشته باشد؟ اگر منظورتون از بیوه شدن این است که به اصطلاح شوهرشون رو طلاق داده، این 3 ماه هست. زنی که به اصطلاح طلاق داده شده عدتش 3 ماه است یا 3 عادت ماهیانه. بعد از 3 عادت ماهیانه میتواند که ازدواج بکند و اگر شوهرش مرده باشد در این صورت 4 ماه و 10 روز هست. بعد از اینکه 4 ماه و 10 روز گذشت میتواند که ازدواج بکند. در بسیاری از فرهنگ‌های به اصطلاح نادرستی که مخالف با شریعت هستند تا 1 سال 2 سال تا چند سال میگن که نه این نمیدونم غم هنوز تازه هست و مرده نمیدونم تازه هست و 1 سالش کامل نشده و زن حق ازدواج ندارد. نه، چون این نیست. اگر کسی به اصطلاح شوهرش فوت کرده باشه بعد از 4 ماه و 10 روز میتواند که به اصطلاح ازدواج بکند و اگر این که زن در زمانی که شوهرش وفات کرده مثلا به طور مثال باردار باشد، بعد از این که وضع حمل کرد، به محض این که وضع حمل کرد بعد از آن میتواند که با شوهر دیگر ازدواج بکند و لازم نیست که حتما صبر بکند 1 سال یا مثلا بیشتر بر آن بگذرد. اگر مردی قسم بخورد که با خانومش نزدیکی نمی کند آیا زنش طلاق می شود؟ چون این قسمی از نظر شرعی جایز نیست. این که مردی قسم و سوگند بخورد که با همسرش نزدیکی نمی کند این کار حرام هست.
بلکه برعکسش بر شوهر واجب هست از نظر شرعی که حتما باید با همسرش نزدیکی و همبستری بکند، یعنی نیاز جنسی و فطری خانومش را برطرف بکند. این یک حق دو طرفه هست، هم برای مرد هست و هم برای زن که هر دوتا مکلف هستند که نیاز یکدیگر رو برطرف بکنند. بلکه یکی از یعنی بالاترین به اصطلاح فواید ازدواج و چیزی که مردم در نظرشون هست و خواسته های دو طرف هست، همین در واقع همین مورد هست. این که زن شوهری قسم بخورد که با همسرش نزدیکی نمی کند، این از نظر شرعی حرام هست. و این قضیه در اصطلاح فقهی نامش ایلا هست. ایلا یعنی قسم خوردن مرد مبنی بر این که با همسرش نزدیکی نکند. حالا اگر یک فردی چنین قسمی خورد، سوگند خورد که با زنش نزدیکی نمی کند، حکم شرعیش چی هست؟ اگر این مرد در واقع 4 ماه الله متعال به این فرصت داده، 4 ماه الله متعال به این مرد فرصت داده که یا این که همبستری بکند، قسمش را بشکند و برود همبستری بکند، و یا این که حتما باید زن را طلاق بدهد و زن میتواند که به مراجع قانونی در واقع مراجعه بکند و طلاق خودش را بگیرد. الله متعال در این زمینه میفرماید للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. مردانی که قسم میخورند که با زنانشان همبستری نکنند 4 ماه فرصت دارند که برگردند، یعنی به کانون خانواده برگردند و حق زن را ادا بکنند و همبستر بشوند. فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم. اگر برگشتند یعنی قسم خودشون رو شکستند، اومدن نزدیکی کردند و زندگی عادی برگشتند، الله متعال غفور رحیم هست. و این عزم الطلاق، اگر بعد از گذشت 4 ماه میخواستند طلاق بدهند، خب مجبورند باید طلاق بدهند، یا طلاق بدهند یا اینکه برگردند و به زندگی به اصطلاح عادی. منتها این قسم در واقع در صورتی معتبر هست، یعنی در صورتی این حکم را دارد که یک سری شرایطی دارد که یکی این که مثلا امکان همبستری وجود داشته باشد. شوهری که قسم میخورد که با همسرش نزدیکی نمی کند، اساساً امکان به اصطلاح همبستری وجود داشته باشد. به این مثال که مثلا با هم یک جا باشند، دور از هم نباشند که یکی در یک کشور دیگر هست و زن در یک کشور دیگر هست و نمیتونن به هم دیگه برگردن. حتما باید امکان همبستری وجود داشته باشد و این سوگند مثلا به نام الله متعال باشد، بگید که والله مثلا من تا 4 ماه این کار رو انجام نمیدهم. اگر مثلا زن طلاق خورد مثلا، یا مثلا گفت که به جان پسرم و نمیدونم به جان عزیزم، این ایلا شمرده نمی شود. و شرط سومش این است که هدفش خود همون به اصطلاح همبستری باشد، نه این که مثلا بگه که من تا 4 ماه تو رو دست نمیزنم، یا تا 4 ماه با تو حرف نمیزنم، یا تا 4 ماه مثلا تو خونه تو نمیام. اینا صریح نیست. حتما این قید بکند که تا 4 ماه با تو مثلا زن شوهر بگید که نزدیکی نمی کند و حتما این 4 ماه باشد، چون که در قرآن آمده که تربص 4 اشهر. اگر کسی مثلا کمتر از 4 ماه باشد، این ایلا شمرده نمی شود، حتما باید 4 ماه باشد. و همچنین که این به اصطلاح زن به گونه‌ای باشد که امکان همبستری وجود داشته باشد، هم از طرف زن و هم از طرف مرد. اگر به طور مثال زن به گونه‌ای بود که اصلا امکان همبستری با اون نبود، به طور مثال یک مشکلی داشته که اصلا امکان همبستری وجود نداره، یا برعکسش به طور مثال شوهر یک مثلا انسان پیر و از کار خورده بود که اصلا نمیتوانست که مثلا اساسا همبستری بکنه، در این صورت ها اگر کسی قسم بخورد، این جزء ایلا در واقع شمرده نمی شود. اما حکم شرعیش از دیدگاه جمهور علما این است که بعد از این که 4 ماه گذشت، اگر شوهر قسمش را نشکست و همبستری نکرد، این زن میتواند که برود به دادگاه تقاضای طلاق بکند، یا خود حکم ها یا مثلا خانواده اون شوهر را مجبور بکنند برای طلاق دادن، که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه بنابر روایتی که در صحیح بخاری هست، ایشان میگوید که اذا مضت 4 اشهر یوقف حتی یطلق. بعد از این که 4 ماه بگذرد، این شوهر رو نگه می‌دارند و مجبورش میکنند تا اینکه در واقع طلاقش بدهد و فرمودند که ولا یقع علیه الطلاق الا ان یطلق،
تا زمانی که شوهر طلاق ندهد طلاقی واقع نمی شود. این نظر جمهور اهل علم است. پس بنابراین اگر کسی زنش را گفت که من تا 4 ماه با تو نزدیکی نمی کنم، 4 ماه گذشت، زنش خود به خود طلاق نمی شود. اما مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه این است که گذشت 4 ماه به معنی طلاق هست. گذشت 4 ماه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به معنی طلاق است. یعنی اگر کسی قسم خورده بود که با زنش همبستری نمی کند، 4 ماه فرصت دارد. اگر در این 4 ماه همبستری کرد، خب زن و شوهرند. اگر که بعد از 4 ماه، یعنی 4 ماه گذشت و همبستری نکرده بود، در این صورت در واقع طلاق واقع می شود. منتها با همون شرایطی که عرض کردم که همبستری ممکن باشد، زن و شوهر با همدیگر بتوانند که به اصطلاح عملا همدیگر را ببینند و عمل نزدیکی انجام بدن. اگر میسر نبود و عذری وجود داشت و فاصله از در یک شهر دیگر بودند، باز هم در اون صورت در واقع معذور هستند و طلاق واقع نمی شود. اما جمهور علما نظرشون بر این است که به مجرد این که 4 ماه تمام بشود، زن طلاق نمی شود مگر این که خود شوهر اون رو در واقع طلاق بدهد. اگر دزدی کرده باشی بعد توبه بکنیم قبول میشه؟ اونم طرف زنده باشه، پول هم داشته باشیم. برای حقوق الناس شرط توبه از حقوق الناس، از گناهی که متعلق و مربوط به حقوق الناس هست، یکی از شرایطش این است که حتما باید از صاحب حق شما حلالیت بطلبید. اگر مال کسی رو ضایع کردی، به طور مثال این عزیز میگوید که اگر که کسی سرقت کرده باشد، حکمش این است که اون مالی را که از کسی برداشتی بدون اجازه سرقت کردی، باید حتما به اون برگردانی. و اگر که به اصطلاح اون صاحبش را پیدا نکردی، حتما باید اون را به وارثانش بدهی که بری و ذمه میشوی. و اگر نه خودش را میشناسی و نه وارثانش را، در این صورت اون را صدقه بده به نام همون صاحب حق، انشالله که در روز قیامت شما بری و ذمه میشوی و الله متعال شما رو مؤاخذه نمیکنه. ثواب این مثلا چیزی که شما برداشتید، مالی رو که برگردن شما هست، به صاحب میت میرسد و الله متعال اون رو از شما راضی میگرداند. آیا گرفتن کارت اهدای عضو جایز است؟ به صورت کلی اهدای عضو جایز هست برای زنده. اگر یک فردی که زنده هست، به شرط این که عاقل و بالغ و انسان رشیدی باشد، اگر بخواهد که اهدای عضو بکند، از نظر شرعی ممنوعیتی وجود ندارد، مگر این که در واقع این عضو بگونه‌ای باشد که زندگی این فرد بر اون منوط باشد. سوال این است که آیا گرفتن کارت اهدای عضو جایز هست یا خیر؟ از انسانی که خودش انسان عاقلی هست، بالغ هست، رشیدی هست، در زندگیش جایز هست که عضوش را اهدا بکند به کسی دیگر. منتها این عضو نباید جز اعضایی باشه که زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار میدن و اهدا کردنش سبب مرگ می شود. مانند این که فرض کنید یکی میخواد قلب خودش رو اهدا بکند، این جایز نیست. زندگی کسی دیگری از زندگی شما اولاتر نیست. یا عضوی باشه که به طور مثال یک حاسه را و یک حس را به صورت کلی از بین میبرد. کسی بخواد مثلا چشمهایش را مثلا اهدا بکنه که خودش کور باشد، چون این چیزی جایز نیست. اون نفر دیگر از شما اولویت ندارد. اما اعضای دیگری را که دوگانه هستند در جسم انسان، از نظر شرعی جایز هست که انسان اونها را اهدا بکند، نه این که آنها را بفروشد.
و همان گونه که اهدای عضو در زندگی جایز هست، وصیت کردن به اهدای عضو بعد از مرگ هم از نظر شرعی اشکالی ندارد. به همین شرایطی که عرض کردم که اون کسی که کارت عضو میگیرد یا به تعبیری فقهی مثلا وصیت کرده که بعد از مرگش عضوش اهدا بشود، انسان عاقلی باشه، رشیدی باشه و عاقل و بالغ و رشید باشه که به اصطلاح تصرفش و این اهدایش در واقع یک اهدای معتبری باشد، به شرط این که عضوی که به اصطلاح وصیت میکند که اون رو اهدا بکنند بعد از وفاتش، عضوی نباشد که مثلا تأثیر مستقیمی بر نسب و نژاد داشته باشه. اعضای دیگری باشد، از نظر شرعی در این زمینه اشکالی ندارد، جایز است. منتها در این زمینه خصوصا این بسیاری دیگر از عزیزان سوال میکنم که من میخوام کارت اهدای عضو بگیرم اما پدر و مادرم راضی نیستم. در این صورتی که پدر و مادر راضی نباشند، جایز نیست که شما کارت اهدای عضو بگیرید یا وصیت بکنید که مثلا بعد از مرگ شما اعضای شما را به اصطلاح هدیه بدن به فرد دیگری، زیرا که اطاعت از پدر و مادر واجب هست. اطاعت از پدر و مادر در مواردی که مخالف با دستور الله متعال نباشد، این واجب هست، شما نباید نافرمانی بکنید. و اهدای عضو جایز هست. الان دو تا حکم در اینجا با همدیگر در تقابل افتادن. یکی واجب هست و واجب هست که شما اطاعت بکنید، و طرف حکم دیگر جایز هست. در اینجا همون واجب مقدم هست، یعنی بدون رضایت پدر و مادر انجام چنین کاری جایز نیست. اگر بعد نماز عصر توی خواب آدم جنابت بشه، روزش باطل می شود؟ نه، روزه باطل نمی شود. انسان فرقی نمی کنه چه اول صبح، وسط یا مثلا عصر قبل از مغرب کسی احتلام شد در خواب، احتلام جز شکننده های روزه شمرده نمی شود. روزه شما درست هست. اگر تراویح بخوانیم روزه نشیم گناه هست؟ برای کسی که عذر دارد نمیتواند روزه بگیرد، فرض کنیم بیمار هست یا عذر دیگری دارد، در سفر هست، سفرش مثلا مشقتی دارد نمیخواد روزه بگیرد، در این صورت اشکالی نداره، جایز هست که فردی نماز تراویح بخواند اما روزه نگیرد چون که معذور هست. اما این که شما فکر بکنید که من شبها نماز تراویح میخوانم و روزش مثلا با این که میتوانی روزه بگیری، این جایز نیست. نماز تراویحشون بحث جداگانه هست، اما ترک روزه در واقع جز گناهان کبیره هست و روزه گرفتن یکی از ارکان اسلام هست. جایز نیست که شما اون رو بدون عذر ترک بکنید. آیا اعتکاف در خانه جایز است؟ خود تعریف اعتکاف، تمام فقها وقتی که اعتکاف را تعریف میکنن، اعتکاف یعنی ماندن در مسجد به قصد عبادت. این که انسان خودش را در مسجد به اصطلاح محصور بکنه، در مسجد بنشیند به قصد عبادت، این می شود این تعریف اعتکاف است. یعنی در اصل تعریف اعتکاف مسجد وجود دارد، به این معنی که اعتکاف در غیر مسجد جایز نیست. و الله متعال همین رو تأکید کرده که ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. زمانی که شما در مساجد معتکف هستید با زنانتون همبستری نکنید. یعنی این که محل اعتکاف و همون جایی هست که انسان نماز میخونه و همون مساجد هستند. و حتی بسیار از علما مانند ابن عبدالبر در کتاب التمهید خودش این رو اجماع نقل کرده که به اجماع علما و مذاهب اهل سنت اعتکاف نشستن در غیر مساجد جایز نیست. این اجماع وجود دارد در این زمینه. حتی برای خانم ها جایز نیست که در غیر مسجد اعتکاف بنشینند. در بسیار از جاها رسم هست که مثلا میرن در یک خونه اجاره میکنن، در اونجا مثلا اعتکاف مینشینن. نه، این کار اشتباهی است و حکم اعتکاف را ندارد. این یک بدعتی هست که در زمان پیامبر نبوده، در زمان صحابه نبوده. در زمان صحابه اگر کسی میخواست اعتکاف بنشیند، زنها می اومدن در مسجد اعتکاف مینشستند اگر امکانش وجود داشته باشد. اما این که انسان در یک جایی در غیر مسجد اعتکاف بنشیند، نه اون محل حکم مسجد را دارد و نه این معتکف حق معتکف را دارد. یعنی این که یک فرض کنیم شما در منزل خودتون یک اتاقی رو اختصاص دادید برای نماز، این حکم مسجد را ندارد.
به این معنی که زن در حالت عادت ماهیانه یا زن و مرد در حالت جنابت میتونن اونجا وارد بشن، میتونن حتی در اونجا با هم بستر بشن. حکم مسجد را ندارد، حکم مسجد را ندارد. و همچنین یک زنی که به طور مثال در اعتکاف نشسته میتواند که در زمان اعتکاف با همسرش در واقع هم بستر بشه، زیرا که این در مسجد ننشسته، در منزل نشسته و این چیزی که در منزل هست حکمش حکم معتکف نیست. میتوانید که مثلا بنشینید در یک جایی به طور مثال مثلا بیشتر وقتتون رو بگذارونید، شب زنده داری بکنید، این از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هست. اما این که اسمتان معتکف باشد و احکام اعتکاف بر شما جاری بشود و اون جایی که شما معتکف هستید اون حکم مسجد را بگیرد، چون این چیزی از نظر شرعی ثابت نیست. من شما را خیلی دوست دارم. الله متعال شما را دوست بدارد. تمام دوستان و عزیزانی که ابراز محبت می کنند، الله متعال می داند که منم شما را به خاطر الله متعال دوست دارم و آن چیزی را که برای خود می پسندم در دین و دنیا برای شما هم اون را می پسندم. امیدوارم که الله متعال همه من و شما را جز محبوبان خودش بگرداند و با محبوبان الله متعال انشاءالله که محبوب باشیم. آیا شکستن دل گناه است؟ بله، شکستن دل گناه است. شما به طور مثال الان فرض بکنیم که خونه یکی رفتید، استکان یک فردی رو، یک استکانی رو که نمیدونم الان قیمتش تو ایران، یک استکان عادی رو، لیوانی رو عمدن شکستید. آیا این از نظر شرعی جایز هست یا حرامه؟ حرام هست، زیرا که این اتلاف مال دیگران هست، اتلاف مال دیگران هست. حرمت جان و حرمت عواطف انسان از حرمت مال بیشتر و مقدمتر هست. شما شیشه دل کسی رو شکستید، قطعا این گناه هست و شما در اینجا مرتکب گناه شدید و الله متعال حتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد شکستن دل افراد تذکر دادند. الله متعال در سوره عبس به طور مثال به رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید عبس و تولی ان جاءه الاعمی، که عبدالله ابن مکتوم آمده بود محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ایشون مشغول دعوت دادن بزرگان به اصطلاح قریش بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مقدار یعنی رویش را ترش کرد که کاش این وقت نمی آمد که شاید که مثلا این کسانی که اونها را دعوت میدهد اینها مثلا نفرت پیدا بکنند و بگن خواه این انسان کور آمد اینو به بدشگونی بگیرند. به خاطر همین که دل به اصطلاح عبدالله ابن مکتوم را بشکند، الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع تذکر داده. حتی مثلا الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، و به رسول خودش توصیه کرده، تذکر داده که ای پیامبر مبادا که با یتیم با قهر و غضب صحبت بکنی و مبادا که بر سائل و گدا مثلا نهیب بزنی، بگونه‌ای برخورد بکنی یا حرف بزنی که دلش بشکند. این حرام هست، جایز نیست که چون این کاری رو انجام بدهی. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو الله متعال مورد خطاب قرار داده که نباید چون این کاری رو انجام بدهی، قطعا این جزء مواردی هست که از نظر شرعی هم اشکال دارد و خصوصا در مواردی که به اصطلاح یک موارد عاطفی هستند، طرف به صورت مثال دچار افسردگی می شود و اضافه بر آن خصوصا در مواردی که شما در واقع ظلم کردید با این دل شکستن خودتان، یعنی اون طرف مثلا مظلوم واقع شده، شما مثلا عمدن خواستید چون این کاری رو انجام بدهید، در این صورت در واقع گناهش بیشتر هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتقی دعوت المظلوم، از دعای مظلوم و از آه مظلوم در واقع پرهیز بکن، زیرا که وقتی که مظلومی دست خودش رو به بارگاه الله متعال بلند بکند آهش تو را میگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فانه لیس بینه و بین الله حجاب، در میان دعای مظلوم و اجابت الله متعال هیچ گونه حجاب و پرده وجود ندارد. آری دل شکستن اگر در صورتی باشد که شما ظلمی را مرتکب شدید، بی حقی و بی
بی‌عدالتی در واقع کردید، به خاطر اخلاقتون، به خاطر رفتارتون و کردار ناشایسته‌تون دل کسی را شکستید، قطعا این گناه هست، باید توبه بکنید، از الله متعال طلب مغفرت بکنید. اما در صورتی که شما هیچ گناهی ندارید، شما احکام برای یک حکم شرعی عمل کردید، برای یک حکم شرعی عمل کردید، به طور مثال فرض کنیم که پدرتان یا مادرتان یا مثلا یک فردی مثلا دوست و عزیزی به طور مثال ازش ناراحت شده که چرا مثلا تو بر فلان سنت عمل کردید، این دل شکستن از نظر شرعی اعتباری نداره، زیرا که در مقابل اطاعت الله متعال جایز نیست که شما از غیر الله اطاعت بکنید. در مواردی که اطاعت از غیر الله دل به دست آوردن به معنی زیر پا گذاشتن حکم شرعی باشد، در این صورت شما مکلف هستید که بر اون حکم شرعی عمل بکنید. اما اگر دل شکستن بدون مورد بود یا به خاطر مثلا ظلم و ستمی بود و شما میتونستید که از آن جلوگیری بکنید، تضادی با عمل کردن بر حکم شرعی نداشت، در این صورت در واقع جزء مواردی هست که گناه شمرده می شود. آیا روزه بدون سحری قبول می شود؟ بله، لازمه صحت و قبول شدن سحری این نیست که قبول شدن روزه این نیست که حتما شما باید مثلا سحری بخورید. اگر که سحری بخورید اعلی‌تر است، بهتر است، برکت در اون هست، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما اگر کسی بنابر دلیلی نتونست یا دلش نمیخواست که سحری بخورد، هیچ چیزی نخورد، از نظر شرعی روزش کاملا صحیح است. آیا خانم ها میتونند مثل مردان نماز بخوانند چون پاهام درد میکنه؟ نمیدونم که یعنی منظورتون دقیقا چی هست که پاهایتون درد میکنه مثل مردان نماز بخونیم. بله، در اصل در میان نماز مرد و زن تفاوتی وجود ندارد. هیچ گونه تفاوتی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان نماز مرد و زن ثابت نشده. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کلی فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، نگاه بکنید که من چگونه نماز میخوانم، شما هم مانند من نماز بخونید. هیچ گونه تفاوتی ثابت نیست. و اگر تفاوتی ثابت میشد، نماز که جز ارکان اسلام هست، صحابه، زنهای صحابه 5 وقت نماز میخوندن، همراه با پیامبر، تنها در خونه نماز میخوندن، حتما این به صورت تواتر برای ما نقل میشد، جز احکام نماز باشه. امکان نداره که یک چیزی جز تفاوت اصلی به اصطلاح نماز باشه در میان مرد و زن و جز ارکان اسلام در واقع هست و به صورت به اصطلاح گسترده نقل نشود. و در این زمینه برخی از فقها نظرشون بر این است، صرفا توجیهی که دارند برای تفاوت نماز مرد و زن این است که این کیفیت برای زنان در واقع استر هست، به معنی اینکه پوشیده تر هست، مناسب تر هست. اما دلیلی از قرآن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که حدیث صریحی باشه، پیامبر دستور داشته باشند که زنها این گونه باید نماز بخونند برعکس مردان، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، بلکه برعکسش از بسیاری از زنان به اصطلاح ثابت هست که در صحیح بخاری و موارد دیگر نقل شده که مانند مردان نماز می‌خوندند، یعنی در وقتی که می‌نشستند برای التحیات یا موارد دیگر مانند مردان نماز می‌خوندند. تفاوتی که برخی از فقها قائل هستند در نحوه سجده هست که میگن در حالت سجده زن خودش را بیشتر جمع بکند. طیف بزرگی از فقها این حرف رو زدند و معتقد هستند که زن خودش را یه مقدار جمع جورتر بکند، اما نه این که به صورت کلی نمازش متفاوت باشه. یه مواردی رو که به طور مثال در حدیث از آن نهی شده باشد زن بتونه اونها رو انجام بده. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که این دست و آرنج مثلا روی زمین چسبیده باشد یا این که انسان مثلا شبیه بلا نسبت سگ خودش رو مثلا بر زمین بخواباند، رسول الله صلی الله علیه و سلم از این نهی فرمودند. این نهی هم برای مردان هست و هم برای زنان. اگر کسی بر قول فقها عمل بکند یک مقداری خودش رو جمع جورتر گرفت، این ممانعتی ندارد، اما به عنوان یک تفاوت در میان نماز مرد و زن چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست.
اگر توالت فرهنگی به خاطر کم بودن جا خلاف جهت قبله باشد، حتما باید خلاف جهت قبله باشد. اگر به خاطر فضای کوچک به طرف قبله باشد اشکال دارد. اصل بر این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند از این که انسان در هنگام قضای حاجت رو به طرف قبله یا پشت به طرف قبله بنشیند. این اصل هست. اما در این زمینه برخی از فقها مانند شوافی اینو جایز قرار دادند که اگر در جایی هست که به اصطلاح دستشویی هست، چار دیواری هست و خصوصا به اصطلاح بگونه‌ای باشه که امکان نداشته باشه که انسان اونو تغییر بده، در داخل دستشویی گفتن این اشکال نداره. اما تا جایی که ممکن هست انسان باید از این یعنی پرهیز بکنه. و برخی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که رفتن به شام و در اونجا وقتی که به اصطلاح دیدند که سنگ به اصطلاح دستشویی ها بگونه‌ای بود که رو به طرف قبله در واقع بود، در اون روایت اومده کننا ننحرف عنها، که ما خودمان را کج می‌کردیم، رو به طرف قبله نمی‌نشستیم. تا جایی که ممکن باشه انسان اینو مراعات بکند، اما در جایی که ممکن نبود از نظر شرعی گناهی برگردن شما وجود ندارد و بنابر ضرورت جایز است. خب دوستان عزیز، به همین مقدار امشب کفایت میکنیم و تا فرصتی دیگر شما عزیزان را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.